خب ببینیم که عرضه محصولات لبنی در کانادا که از سال 1917 شروع شده به چه شکل هست که در واقع آقای ترامپ 4 سال یه بار این موضوع رو پیش میکشه و اعتقاد داره که آمریکا در این موضوع ضرر میکنه. خب CBC برای این موضوع سراغ 2 تا دامدار به نام پیتر اند فیلیپ آرمسترانگ رفته. اینها 6 سال هست که گاودار هستن، 400 تا گاو دارن و در نزدیکی تورنتو زندگی میکنن. آنها میگوین 7 روز هفته رو کار میکنیم و هر روز 24 ساعت مشغولیم. آنها اعتقاد دارن که ممکن است ضررهای بیشتری بکنن و توان رقابت رو از دست بدن. میگن که لبنیاتی که ما به آمریکا صادر میکنیم کمتر از اونیه که اونا به کانادا صادر میکنن و در این حال خیلی بدبین هستن به این موضوع. میگن ما نمیخوایم محصولات خودمون رو رایگان در اختیار آمریکایی‌ها قرار بدیم تا بتونیم به مصرف کننده هاشون کمک کنیم. اینا میگن آقای ترامپ قصد مذاکره نداره، بلکه میخواد حرف خودش رو به ما تحمیل کنه. باید محکم در مقابل این موضوع بایستیم. ولی ببینیم حقیقت چیه، چه شکلی عرضه محصولات و قرارداد 2020 چی بود. عرضه محصولات لبنی در کانادا از سال 1917 شروع شده و هدفش حمایت از دامدار هست. این عرضه محصولات لبنی و مرغی رو شامل میشه. این عرضه کنترل رو، قیمت رو کنترل میکنه تا دامداران ضرر نکنن. 3 تا ستون اصلی داره: کنترل تولید، کنترل قیمت و کنترل واردات. هر استانی میزان تولیدش مشخصه، اجازه نمیده زیاد تولید بشه که قیمت بیاد پایین و در عین حال اجازه نمیده قیمت از یه حدی بره که مصرف کننده اذیت بشه و با تعرفه بالا واردات رو کنترل میکنه. در سال 2020 اینا نشستن تعرفه 240-270% شیر و پنیر و سایر اقلام رو، حتی کره رو آوردن پایین، صفر کردن. ولی مرز مشخصی داره. اگر اینا بیان مثلا بالای 4 میلیون لیتر شیر وارد کانادا بکنن، کانادا بعد از اون 4 میلیون اگر بشه 5 میلیون، به اون 1 میلیون اضافه تعرفه بسیار بالایی میبنده. خب مشکل کجاست؟ چرا آقای ترامپ میخواد اینو با پیش بکشه؟ آقای ترامپ میگه که علیرغم این قرارداد هنوز آمریکا اجازه صادرات زیاد نداره و کانادا داره کارشکنی میکنه و به این توافق قبلی پایبند نیست و اجازه نمیده که محصولات با استفاده از تعرفه قبلی وارد. لذا میبینیم که به شدت در مقایسه با آمریکا به شدت از این صنعت حمایت میشه و بازار آمریکا خیلی بین رقابتی تره و آزادتره و دولت اینقدر دستکاری نمیکنه، ولی در کانادا خیلی حمایت میشه و اجازه ندادن تو این چند سال که بتونه بره به سمت آزادی قیمت. در این حال دامداران اعتقاد دارن که باید ازشون حمایت بشه. با ما باشید.